سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. با یکی از دوره‌های آکادمی فروغی در خدمت شما هستم. قراره که در این ویدیو کتاب زبان پایه 8 رو با هم کار بکنیم. شروع میکنیم از درس اول، ملیت من، My Nationality. توی این درس شما توی قسمت مکالمه و قسمت واژگان اسم چند کشور به همراه ملیتشون رو یاد بگیریم که باید همه اونها رو حفظ باشیم. و اما در مورد گرامر یا دستور زبان این درس در مورد افعال to be هستش. افعال to be چیا هستن؟ 3 تا فعل هستن که بهشون میگن افعال to be. am, is, are. خیلی با اینا کار دارین، پس حتما اینا رو بلد باشیم. افعال to be که 3 تا فعل am, is و are هستن. به معنای هستم یا بودن هستن این 3 تا فعل. حالا چجوری باید اینا رو استفاده بکنیم؟ بر اساس اون فاعلی که اول جمله داریم اینا متفاوته. اگه مثلا اول جمله I باشه باید با am بگم. مثلا میگم I am a student. من یک دانش آموز هستم. اگه اول جمله she یا he باشه با is استفاده میکنم. میگم she's مریم، he's رضا. و اما اگه اول جمله you داشته باشیم یا they داشته باشیم باید از فعل are استفاده کنیم. مثلا میگم you are Iranian. شما مثلا ایرانی هستی. در مورد کشورها، حالا مثلا اسم کشور ما که ایران هست، اگه بخوایم ملیتش رو بگیم میگیم Iranian، یعنی ایرانی. دقت بکنیم ما توی زبان فارسی فقط یه آخر اون اسم کشور اضافه میکنیم معمولا که تبدیل میشه به ملیت، ولی در زبان انگلیسی متفاوته. بعضی از اسم کشورها هستن که ما ممکنه آخرش چیزی اضافه بکنیم، بعضی ها مثلا کلا تغییر میکنن. چند تا مثال دیگه که بخوام براتون بگم، مثلا میگم she's from Italy. مثلا اون اهل ایتالیا هستش. she's Italian. او ایتالیاییه. و یا مثلا he's from Germany. اون اهل آلمانه. he's German، یعنی آلمانی هستش. این که توی کشور جرمن که آلمان هستش کلا تغییر میکنه. حالا اگه بخوایم بپرسیم که اهل کجا هستی، از این سوال استفاده میکنیم. Where are you from? Where are you from? اهل کجایی؟ که مثلا میگم I'm from Iran یا I'm Iranian. هر دوتاش درسته برای جواب این سوال. یه سوال دیگه ای که هست که مثلا Are you from Canada? آیا شما اهل کانادا هستی؟ جوابش رو یا باید با yes بدیم که بگیم بله هستم، یا با no بگیم که نه نیستم. اگه yes باشه میگم yes I am. اگه no باشه میگم no I'm not. نه نیستم. درس دوم در مورد هفته من یا my week هستش. قراره که مروری بکنیم به روزهای هفته که حالا توی کتاب قبلی هم یاد گرفتیم. مرور میکنیم اینجا و قیدهای زمان رو توی جمله‌مون استفاده کنیم و همچنین یه سری جمله بسازیم که توصیف بکنیم مثلا روتینمون به چه صورته، کارهایی که به صورت روزمره انجام میدیم چیا هستن. که برای ساختن این نوع جمله ها نیاز داریم به زمان حال ساده که اینجا قرار یاد بگیریم. با 3 تا ضمیر I، he و she. I یعنی من، he یعنی برای اشاره به آقا و she هم برای او اشاره به خانم هستش. برای اینکه زمان حال ساده رو بسازیم، مثلا بگم که من مثلا هر روز بیدار میشم ساعت 7. I get up at 7. من ساعت 7 بیدار میشم. حالا اگه فاعلمون he یا she باشه باید یه s یا es اضافه بکنیم به آخر فعلمون. توی این مثال مثلا من میگم he gets up at 7. اون آقا ساعت 7 بیدار میشه. پس دقت کنید برای زمان حال ساده به فعلتون وقتی که فاعل he یا she باشه حتما یه s یا es سوم شخص اضافه بکنید.
یه مثال دیگه که اینجا نوشته این مثلا I go to school on weekdays. من روزهای هفته میرم به مدرسه. حالا اگه بخوام با she بگم میگم she goes to school on weekdays. دقت بکنید برای این فعل حالا go که اینجا نوشتم وقتی بخواید اس سوم شخص بهش اضافه کنیم باید اینجا es اضافه بکنیم، پس goes میشه طریقه درستش. و اما روزهای هفته که قبلا داشتیم یه بار دیگه میخونیم از روز شنبه Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday و Friday که جمعه هستش. برای حالا اینکه بتونید در مورد کارهای روتینتون صحبت بکنید میتونید از روزهای هفته استفاده کنید. مثلا میگم که I go to English class on Mondays. من مثلا روزهای دوشنبه میرم کلاس زبان. یا she studies English on Tuesdays. اون روزهای سه شنبه زبان میخونه. دقت کنید اینجا فعلمون study بوده، study آخرش بوده. وقتی که آخر فعلی y باشه و قبلش هم یه کانسوننت داشته باشیم مثل d، باید y رو حذفش بکنیم، به جاش بنویسیم I و بعد هم یه es اضافه بکنیم مثل همینجا که بشه زمان حال ساده با ضمیر she. و دقت کنید نکته بعدی که در مورد قید زمانمون هست که اینجا Tuesdays هست، وقتی روز هفته رو داشته باشیم میخوام میگم در روزهای مثلا سه شنبه از حرف اضافی on استفاده میکنم on Tuesday, on Saturday, on Friday. یعنی حتما روزهای هفته باید با on باشه. یه قید زمانی که توی جمله قبلی دیدیم weekdays بود، یعنی روزهای هفته در طول هفته. حالا اگه بخوایم بگیم مثلا آخر هفته میگیم weekends. week که همون هفته است، end هم یعنی پایان یا آخر هفته ها. یه قید زمان دیگه هم که داشتیم توی این درس ها براتون اینجا نوشتم every day، یعنی هر روز. مثلا I go to school every day. من هر روز میرم به مدرسه. دقت کنید که این قیدهای زمان رو هم همشون آخر جمله میان مثل weekdays یا on Tuesdays که توی این مثال ها دیدیم. درس سوم توانایی های من یا my ability هستش. برای که اینجا یاد بگیم چجوری در مورد کارهایی که میتونیم یا نمیتونیم انجام بدیم حرف بزنیم. مثلا من یه کاری رو بلدم، توی این کار توانایی دارم، خوبه این مهارتم. برای اینکه بگیم میتونم، فعل حالا توانستن از can استفاده میکنیم. can یعنی توانستن و منفیش هم cannot که مخففش میگیم can't، یعنی نمیتونم. مثلا میگم I can play football. من میتونم مثلا فوتبال بازی کنم خیلی خوب. I can play violin. من میتونم ویولون بزنم. یا اگه بخوام منفیشو بگم میگم I can't play violin. من نمیتونم ویولون بزنم. دقت کنید که اگه ضمیرتون هر چیزی باشه این can یا can't فرقی نمیکنه و همیشه به یه صورته. حالا اگه من میخوام با she بگم میگم she can speak English، یعنی اون میتونه انگلیسی حرف بزنه. پس برای همین ضمیرها به یه صورته. حالا اگه بخوایم سوال بپرسیم، سوال بله خیر، یعنی مثلا فقط جواب کوتاه داشته باشه بگه بله میتونم یا خیر نمیتونم. فقط کافیه که این can رو بیاریم اول جمله. مثلا اینجا نوشتم براتون Can you play the guitar؟ تو میتونی گیتار بزنی؟ اگه جوابت بله باشه میگی Yes, I can. اگه جوابت خیر باشه میگی No, I can't. نه نمیتونم. یه مثال دیگه که با can اینجا نوشتیم I can swim but I can't drive. من میتونم شنا کنم اما نمیتونم رانندگی بکنم. دقت کن جای این can کجاست؟ باید بین فاعلمون باشه و فعلمون. مثلا I فاعل can آوردیم و بعدش هم فعل swim. یا توی جمله دومش I فاعل can't آوردیم و بعدش فعل. پس بین فاعل و فعل باید استفادهش بکنیم. نکته بعدی good at. good at این چیه؟ مثلا خوبه، من میتونم به خوبی این کار رو انجام بدم. میگم که I'm good at playing the guitar.
من توانایی خوبی دارم توی گیتار زدن. good at. یا اگه بخوام سوالی بپرسم میگم are you good at painting، یا تو توی نقاشی کشیدن خوبی، توانایی داری. پس این هم برای پرسیدن توانایی استفاده میشه. فقط دقت بکنید وقتی که good at توی جمله هستش حتما فعلی که بعدش میاد و با ing باید بیاریم. Are you good at painting? Are you good at playing the guitar? Are you good at cooking? یعنی توی آشپزی خوبی. هر چیزی که باشه حتما با ing بیاریم. و جوابش هم مثل همون جواب can هست. اگه مثبت باشه میگی yes I am، یا اگه منفی باشه میگی no I'm not. دقت کنید چون اول جمله گفتیم are you. حالا اگه مثلا گفته باشه is she، شما با همون she is جواب بدین، یا is he با he is. اول جمله هرچی باشه شما توی جواب کوتاهتون از همون استفاده کنید. درس 4 سلامت من یا my health. قراره که اینجا در مورد مشکلات سلامتی حرف بزنیم. قبل از اون دقت بکنید که توی این درس تعداد زیادی از کلمات و عباراتی که مربوط به مشکلات سلامتی هستش آورده شده. حتما مطالعه بکنید. و حالا بریم سراغ گرامر یا همون دستور زبان. اول از همه میخوایم بپرسیم مثلا از کسی تو حالت خوبه؟ اوکی، مشکلی نداری؟ از این دوتا عبارت میتونیم استفاده کنیم. Are you okay? Is she alright? Alright و okay هم معنی هستن. یعنی هر دوتاش هم به این معنی که آیا حالت خوبه یا نه. یا تو دومی آیا اون حالش خوب هست یا نه. که برای همه میتونین این سوال رو استفاده بکنیم. حالا اگه بخوایم بگیم که مثلا من یه مشکل سلامتی دارم، باید از فعل have استفاده کنیم. have رو برای I و you و has رو برای she و he استفاده میکنیم. مثلا میگم I have headache. من سردرد دارم. یا she has headache. اون خانم سردرد داره. حالا بعد از اینکه یه فردی مثلا به شما مشکلش رو گفت، شما برای اینکه حالا یه پیشنهادی بهش بدین میتونید از یه سری عبارت‌ها استفاده کنید. یکیش should یا shouldn't برای دادن توصیه. مثلا میگم you should see a doctor. تو باید مثلا بری پیش یه دکتر. یا you shouldn't work. تو نباید کار بکنی. مثلا کسی که میگه سرم درد میکنه، این دو تا توصیه رو میتونیم بهش بدیم. should مثبت و shouldn't منفی، نباید یه کاری رو بکنی. و مثال های بعدی I have a toothache. toothache یعنی دندون درد. میگه من دندونم درد میکنه. تو جمله بعدی دوباره بهش یه سری پیشنهاد داده، توصیه کرده. فقط با یه جمله متفاوت هستش. چی گفته؟ Why don't you visit a dentist? چرا نمیری پیش دندون پزشک؟ یا به صورت مستقیم میگه go to a dentist. برو پیش یه دندون پزشک. پس تمامی این عبارت هایی که اینجا دیدین برای توصیه کردن مناسبه. همون should یا shouldn't، why don't you و go to a dentist مثلا. درس 5 شهر من یا my city. قراره که توی این درس بگیم چطوری میتونیم شهر رو توصیفش بکنیم از لحاظ ظاهریش و یه سری مکانهایی که توی حالا شهر هستش. مثلا میگم که where is اصفهان. where یعنی کجا. اصفهان کجاست. حالا میخوام از لحاظ موقعیت جغرافیایی بگم که کجاست. برای گفتن موقعیت‌های جغرافیایی 4 تا کلمه خیلی مهمه که یاد میگیرین. شمال، به سمت شمال یعنی شمال کشور. اگه بخوایم بگیم میگیم north، جنوب south، شرق east و غرب هم west. اینجا الان برای جواب به این سوال که اصفهان کجاست میخوام بگم در مرکز یا وسط ایرانه که از کلمه center استفاده میکنم. center یعنی مرکز یا وسط. is a city in the center of Iran. یه شهری در وسط یا مرکز ایران. What's اصفهان like؟ اصفهان چطوریه؟ حالا باید توصیفش بکنیم که عبارت‌های زیادی توی این درس براتون آورده شده. یکیش این که مثلا میخوام اصفهان یه شهر قدیمیه. It's old.
یک شهر قدیمی هستش. سوال بعدی مثلا are there any libraries، یا اونجا مثلا کتابخونه وجود داره، یا شما هر چیز دیگه میتونین بپرسین. حالا جوابش چطوریه؟ میگین که یا yes there are، بله هست، یا no there aren't. ولی اگه بخواین یه جمله بسازیم بگین که مثلا توی اصفهان پل‌های زیادی وجود داره. پل میشه bridge. خب میگم که پل‌های زیادی وجود داره، میگم there are a lot of bridges. پل‌های زیادی وجود داره. یا حالا بخوام بگم که اونجا وجود داره یه دونه کتابخونه. There is one library. یه دونه کتابخونه وجود داره. حالا اگه بخوام در مورد مکانش صحبت بکنم، مثلا بگم کنار یه جای دیگه است، یا مثلا جلو یا پشتشه، از این عبارت ها استفاده میکنم. Next to یعنی کناره، in front of یعنی روبروی، behind یعنی پشته. مثلا میگم there is a library next to the bank. یه دونه کتابخونه هستش کنار بانکه. یا میگم there is a bank near my house. یه دونه بانک نزدیک خونه من هستش. این هم از توصیف شهرها و مکانها و همچنین موقعیت جغرافیایی. درس 6 روستای من یا my village. اینجا میخوایم در مورد هم پرسیدن اطلاعات در مورد روستاها، حالا اون شکلش و موقعیتش حرف بزنیم و همچنین در مورد آب و هواها. یه روستایی که توی این درس اسم برده شده قزقلعه هستش. ما هم از همون روستا استفاده میکنیم. What is قزقلعه like؟ این روستا چطوریه؟ وقتی که like آورده یعنی که توصیفش کن چه شکلیه. برای مثال من گفتم It's a mountain village. یه روستای کوهستانیه. mountain که یعنی کوه یا کوهستان. Is it near the city؟ یا نزدیک شهره؟ اگه هست که نزدیکه میگیم yes it is. اگه نیست میگیم no it isn't. حالا در مورد پرسیدن آب و هوا از این سوال استفاده میکنیم. اول از همه weather یعنی آب و هوا. What's the weather like؟ آب و هوا چطوریه؟ با فصل ها اول آشنا بشیم. فصل بهار spring که مثلا هواش رینیه، بارونیه. summer تابستون که سانیه، آفتابیه. fall که ویندیه یعنی باد میاد. و winter snowy که همون برفیه. الان مثلا میخوام بگم که آب و هواش توی تابستون گرم آفتابیه. میگم it's sunny in summer. It's sunny in summer. یا میگم it's snowy in winter. توی زمستون مثلا برف میاد. یا یه جمله دیگه it's usually cold in winter. usually یعنی معمولاً هواش سرد توی زمستان. این هم از انواع آب و هوا و فصل ها که اینجا یاد گرفتین. سعی کنین چند تا مثال دیگه در مورد محل زندگی خودتون بزنید. و اما درس 7 درس آخر این کتاب در مورد سرگرمی های من، my hobbies. میخوایم بپرسیم که مثلا توی وقتهای آزادت، فری تایمت، چه فعالیت های انجام میدی؟ یا اصلا سرگرمی ها چیه؟ چطوری میتونیم حالا جواب بدیم این سوال ها رو؟ اول از همه free time activities، یعنی فعالیت هایی که توی زمان آزادی، وقت آزادت انجام میدی. free time وقت آزاد. یا اینکه do you have any hobbies؟ آیا هیچ سرگرمی داری؟ و یه سوال دیگه که هست what do you do in your free time؟ توی وقت آزادت چی کار میکنی؟ حالا مثلا میخواید برای جواب به این سوال ها بگی که من مثلا دوست دارم که فوتبال بازی کنم، یا من عاشق فیلم دیدنم، یا من مثلا متنفرم از کتاب خوندن، یا هر چیزی. چطوری باید بگیم؟
این افعال رو اینجا براتون نوشتم. like یعنی دوست داشتن، love یعنی عاشق چیزی بودن و hate نفرت داشتن. هر موقع یکی از اینا رو بیاریم توی جمله باید فعل بعدیش رو با ing بگیم. مثلا من میگم I like playing football. من دوست دارم فوتبال بازی کنم. I love listening to music. یعنی عاشق اینم که موسیقی گوش بدم. I hate reading. از مطالعه کردن متنفرم. پس دقت کنید که هر کدوم از اینا رو آوردین حتما فعل بعدیش رو با ing بیارید. و اما قیدهای تکرار که توی این درس آورده شده. قید تکرار یعنی چی؟ یعنی مثلا شما چند وقت یه بار یه فعالیتی رو انجام میدین. مثلا میگم همیشه انجام میدم. بعضی وقتا، هرگز، معمولا. اینا بهش میگن قید تکرار. برای اینکه بگین همیشه از قید تکرار always استفاده میکنین، بعدش usually یعنی معمولا، sometimes یعنی بعضی وقتا، گاهی اوقات، و never یعنی هرگز. یه مثال اینجا نوشتیم بخونیم. She sometimes watches movie. او بعضی وقتا تلویزیون تماشا میکنه، فیلم تماشا میکنه. ببینید قیدهای تکرار جایگاهشون کجاست؟ میشه بین فاعل و فعل. دوباره فاعلمون she هستش، فعلمون هم که watches. بین این دوتا من از اون قید تکرار استفاده کردم. حالا میتونیم بگم she never watches movie. She usually watches movie. با هر قید تکراری به همین صورت باید استفاده بشه. فقط اگر فعل شما منفی باشه باید بین اون فعل کمکی و فعل اصلی بیاد. مثلا میگم she doesn't usually watch movie. She doesn't که اون منفی کننده است، usually قید تکرار و بعدم watch که فعلمون هست. بین این دوتا باید اون قید تکرار رو استفاده بکنید. امیدوارم موفق باشین. خدا نگهدار.